در تاریخ فرهنگ و تمدن بشری شخصیت‌های پا به عرصه وجود می‌نهند که با اندیشه‌های تازه و عقیده‌های خویش به زندگی جامعه بشری روحی تازه می‌بخشند. بدون شک و تردید یکی از جمله چنین فردهای ناتکرار و بسیار مشهور امروز جهانی این برایان تریسی است. یکی از آثار ماندگار و سرخواننده برایان تریسی این کتاب اندیشت را عوض نمود تا زندگی تغییر کند نام دارد. عزیزان، کتاب مذکور را برایان تریسی در سبک تحلیل های علمی، یعنی صرف علمی نبوده، تألیف نموده در اطراف مسائل پیچیده زندگی، به خصوص انسان و مناسبت او به محبت، آزادی، زیبایی، درد، داد و گریفت، رشد فردی و دیگر عنصرهای آن بحث کرده است. و این کتاب بار نخست از جانب مرکز خرد نشده است و این کتاب سرخواننده و این کتاب بسیار جالب و خواندنی را عزیزان شما میتوانید از همین سوپرمارکت های یاور دسترس نمایید. ما باوری کامل داریم که بعد خواندن این کتاب حتما در اندیشه‌رانی و دیدی شما به زندگی یک تغییراتی مثبت روی خواهد داد. با امید زندگی زیبا، با امید رشد هر یک شما با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید و بهترین کتاب ها را بخوانید.